اسم من حسنا رؤوفی است و مدت 3.5 ماه میشه که من در امریکا هستم و از اهل افغانستان هستم و از افغانستان اینجا آمدیم. روز به روز متوجه می شدم که روی بانوان و زنان به خصوص طبقه بود که در افغانستان حقوقشان محروم می شد. امروز ما در افغانستان متاسفانه با داشتن یا با شاهد هستیم که حقوق بانوان همچنان پامال میشه و حقوق بشر در افغانستان به شدت از طرف دولت فعلی نقض میشه. اگر در افغانستان می بودم ما با رویایی که باید پنتون را خاتمه میدادم نمی رسیدم و به خاطر تغییر یک ملت و به خاطر تغییر کشور نیازمند هستیم که زنان تحصیل کرده در کنار بانوان بیستند که دور از توقع خودشان شرایط باز شده تا از تحصیل محروم بمانند. و آرزو میکنم که صدای مهاجر، صدایی که کسی که تازه وارد خاک امریکا شده و ادامه بیته بر زندگیش بتانه بر مهاجرین دیگه که میآیند به سرزمین انگیزه دهنده باشه و در کل به تمام مهاجرین به هر کشور دیگه. و آرزو میکنم تمام مهاجرین همیشه مثبت باشن، مثبت بیاندیشن، اگرچه که وارد شدن به خاک دیگه درک فرهنگ دیگه از نگاه زبان، فرهنگ تمامش مشکل است، ولی در همصدایی با مهاجرین پیام بشنی است که زندگی را ادامه بدن، مثبت ادامه بدن و در هر که هستن به منافع کشورشان و من حیث انسان مثبت به کشور که میزبانشان زندگی بکنن.